فؤاد بخشایش سمتش مدیر بین الملل، همیشه دیر میرسه چون ساعتش با خارج از کشور تنظیم شده، اما کارو در میاره. معتقده که صدای خوبی هم داره. اینم علیه. علی آقا مدیر فنی بخش فرانت، خوش اخلاق، شفاف، کارش هم بلده، یعنی خوب بلده. امین توسلی هم مدیر فروش و مارکتینگه. عادت داره موقع کار همیشه یه ناخونکی به مواد غذایی بزنه و خوراکی بخوره. ایده پردازیش درجه 1 رو راسته. کار فروش هم از هر برندی که بخوای برات در میاره. اینم محسن آقا از نوع صفدریش، مدیر تولید محتوا، معروف به محسن کریزی، چون خودش میگه یه دیوونه عجیب غریبه تو کارش و به هیچی نه نمیگه. محمد جواد نوروزی مدیر عامل اینجاست، خلاق هست، پر انرژی هست، اما از باختن بدش میاد. اینجا دیجی هاینته. دیجی هاینت آینده کسب و کار شما.